السلام علیکم. وجہ گوشکند نام پی وگه زند برباد بود. گوشدارید مولا نصرالدین را یک یاداری هستد که آیه سرا مردمان دریای آنی مگا برد و پس چادی مردمان دریای آنی مگا آورد و اتی باڑی گفت. امی آئی روزگار و کسب و کارت. یک روزی آیه یادار یک عالم و زانتکاری مردمی سوار بود. ای زانتکار و کارت که هر وقت گو مردمان بحثی کد. هر وقت گو مردمان بحثی کد و اتی زانتکاری وشی پیش داشت. کم دیر رند گو مولا گوشگا لگه مولا نام مولا یا چیز سرپنا وانتک. مولا پس داد من سرپنا نوانتک. زانتکار گوشت اهم بفهم که تی نیم زند برباد بود. مولا هیچ پسا نداد. یک شرین ساعتی رند دریای توکا بلائیں توپانی آت کو مولا یادار چه آپا پر بوتو ایدیم و آدیمت چلندگا لگ گیت. نو مولا دیم کو زانتکارا کتو جست کو کوازه تو آشناک زانے یا نزانے. زانتکارا پسا داک نزانا. گوڑ مولا گوشت نو یقین بزن که پیوگه زند برباد بود. پرچک نو یادار بردگاهند. من ندوارم وجه پاک وجهانه یک پیک سلام درست.